درود بر شما عزیزان، امیدوارم به فیض خداوند حالتون خوب باشه. امروز به یک درس دیگه از خلاصه کلام خداوند میرسیم. به زندگی ایلیای نبی میخوایم نگاه بکنیم، کسی که در یک دوران بسیار سخت زندگی میکرد، در دورانی که ماندن در ایمان کار هر کسی نبود، در دورانی که پادشاهان، مردم همه به دنبال شرارت بودن، اما ایلیا تنها در مقابل این قدرت ها ایستاد و نام خداوند رو جلال داد. توی کتاب مقدس اسمهای زیادی هستش، اما بعضی از اسمها برای ما درسهای بیشتری داره. ایلیا یکی از کسایی بود که نشون داد در اوج سختی ها اگر به خدا اعتماد بکنی، خداوند تو رو بلند میکنه و میتونی حتی در زمانی که تاریکی تمام دور تو رو گرفته میتونی خداوند رو جلال بدی. مثل زمان الان، مثل کشور عزیزمون ایران. بعضی از شما داخل ایران هستین و شاید فکر بکنید که در تنهایی هستین، در سختی هستین و هیچ قدرتی ندارین، اما میخوام یادآور بشم بهتون که شما خدا رو دارین و این خدا هستش که قدرت لازم رو به شما میبخشه. وقتی به کلام خداوند نگاه میکنیم، به اول پادشاهان، میبینیم که ایلیای نبی در زمانی زندگی میکرد که اخاب پادشاه بود و شخصی بود که در پی بتپرستی بوده و زمانی که با ایزابل از سیدون ازدواج کرد باعث شد که این بتپرستی بیشتر رواج پیدا بکنه. ما میبینیم که ایزابل حتی بت بل رو که خودش میپرستید از اونجا به اسرائیل آورد و باعث شد که اخاب پرستش بل رو به عنوان دین رسمی کشور معرفی بکنه و اون پرستش بل رو جایگزین پرستش خداوند بکنه. ما داریم میبینیم که اسرائیل در روزهایی بود که پر از تاریکی بود، در روزهایی بود که پر از ستم بود، در روزهایی بود که پر از درد بود و در همون زمان داریم میبینیم که ایلیای نبی خداوند به اون مأموریت میده تا کارهای بزرگی انجام بده. در دل تاریکی ها، در دل این سختی ها، خداوند ایلیای نبی رو میفرسته. ما داریم جامعه رو میبینیم که خدا رو فراموش کرده بودن، اما خدا اونها رو فراموش نکرده بود. جامعه رو میبینیم که بر ضد خدا بودن، اما خدا باز هم میخواست که به اونها محبت بکنه. درست زمانی که امید رو به زوال بود، خداوند ایلیا رو میفرسته، مردی از جلعاد بدون هیچ پیش زمینه ناگهان در برابر آخاب ظاهر میشه و یه پیام خیلی هولناکی میده. پیام ایلیا این بود: در سالهای آینده نه باران خواهد بارید و نه شبنمی خواهید دید. خوشسالی که مجازات خداوند بود برای آخاب و قوم اسرائیل که پیمان خودشون رو با خداوند شکسته بودن و به جای اینکه خدا رو بپرستن به سمت پرستش خدایان دروغین مانند بل رفتن. دوست دارم بگم که امروز درسته که بت‌هایی مثل به نام بل وجود نداره، اما خیلی از ماها توی زندگیمون داریم همین بت پرستی انجام میدیم. وقتی که اولویت زندگیمون پرستش پول هستش، اولویت زندگیمون چیزهای دیگه ای هستش به غیر از خداوند. پرستش یعنی خدا رو در اولویت قرار دادن. اگر هر چیز دیگه ای رو در اولویت قرار میدید، دارید اون رو پرستش میکنید. حالا میخواد خانواده باشه، میخواد کار باشه، میخواد یا هر چیز دیگه ای باشه. خیلی مهمه که ببینید زندگی شما به دنبال چه چیزی هست. شما در زندگیتون چه هدفی دارید؟ چه چیزی قراره به دست بیارید؟ به دنبال ساختن چه چیزهایی هستین توی زندگیتون؟
ایلیا وقتی این پیام رو داد داشت مثل اینکه مجازات اونها رو اعلام میکرد، اما در واقع داشت قدرت واقعی خدا رو نشون میداد که وقتی که بر ضد اون قرار میگیری، وقتی که در راههای شرارتبار قرار میگیری، خداوند چطور عمل میکنه. بله، خیلی ها فکر میکردن که اون میتونه بهشون کمک بکنه و بارون بباره، اما دیدن که این اتفاق نیفتاد. این خدا هستش که ابرها، آسمان و زمین قدرتش در دستان اون هستش، نه هیچ کسی دیگه. سالها خوشسالی دیدن، سالها درد کشیدن تا بهشون ثابت بشه که بت‌هایی که دارن میپرستن، خدایانی که دارن میپرستن غیر واقعی هستن. خیلی وقتا ما هم درد داریم، سختی هایی داریم که یادآوری هستش برای ما که وقتی که با خدا هستی در آرامش هستی و چرا پس خدا رو ترک میکنی و به دنبال چیزهای نادرست میری. ایلیا وقتی که این پیام رو اعلام کرد، خب زندگیش در خطر افتاد. ایزابل کسی بود که انبیای خدا رو میکشت. پس حتما وقتی که ایلیا این پیام رو داده، پس حتما ایزابل هم ایلیا رو میذاره توی صدر لیست خودش برای اینکه اون رو هلاک بکنه. اما خدا نشون داد که هیچ وقت مردم ایماندار، مردم وفادار به خودش رو هیچ وقت فراموش نمیکنه و تنها نمیذاره. حتی اگر تمام قدرت این زمین در دستان دشمنان اون شخص باشه، اما خدا اون رو حفظش میکنه. خدا به ایلیا فرمان داد که در شرق رود اردن پناه بگیره و به طور معجزه‌آسایی کلاغ‌ها برای اون نان و گوشت می آوردن و خودش هم خب از آب نهر استفاده میکرد برای نوشیدن. اما حتی وقتی که نهر خشک شد به خاطر اینکه بارندگی نبود، خداوند اون رو به صرفه فرستاد، یا صرفه یا صرفه، تلفظ دقیقش رو نمیدونم، اما جایی که بود که قرار بود یه بیوه‌زن بسیار فقیر قرار بود که اون رو خدمت بکنه و از اون نگهداری بکنه. شاید فکر بکنید که چرا خب یه بیوه‌زن فقیر باشه، چرا خداوند خب امکانات دیگه ای نداشته، خدا نمیتونست بهتر از خادم خودش نگهداری بکنه، خدا نمیتونست امکانات بهتری در اختیار خادم سختی دیده خودش بذاره. شاید خیلی فکرهای بیشتری به ذهن شما بیاد. شاید بعضی از ما وقتی که توی جفا و سختی میافتیم فکر بکنیم که چرا خدا الان ما رو ساپورت نمیکنه، چرا مشکلات مالی داریم، چرا مشکلات زیادی داریم. اما میخوام بگم که راههای خدا فراتر از درک ماها هستش. درسته اون بیوه‌زن و پسرش توی قحطی بودن، اما وقتی که ایلیا از اون نان خواست، با وجودی که اون پیرزن خودش توی سختی بود، در زمان قحطی بود، خب به ایلیا نان داد، برای اون نان پخت و این باعث شد که توی زندگی همون پیرزن یه معجزه بزرگی رخ بده. خداوند به اونها وعده داد که تا پایان خشکسالی کوزه آرد و روغن اونها هرگز خالی نمیشه. خداوند به ما هم وعده داد که تا ابد با شما هستم و نان روزانه شما رو تأمین میکنم. پس هدف تو این باشه که اراده من آنچنان که در آسمان است بر زمین کرده بشه، همین، و من تمام بار سختی های شما رو بر میدارم.
عزیزا مهم نیستش که چقدر منابع ما کم هستش، مهم این هستش که به فراهم کننده اصلی یعنی خداوند اعتماد کنیم. مهم نیستش که چقدر کلیسای ما امکانات کمی داره یا چیزهای لوکسی نداره، شاید وسایل صوت و تصویری لوکسی نداشته باشه، شاید لباسهای لوکسی نداشته باشیم، شاید ساختمان لوکسی نداشته باشیم، اما مهم اینه که کاری که خداوند به ما سپرده رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم. اون بیوه‌زن ایمان خودش رو به خداوند نشون داد زمانی که کل قوم اسرائیل خدا رو رد کرده بودن. بعد از اون میبینیم که یه معجزه دیگه ای اتفاق میفته. پسر بیوه‌زن مریض میشه و از دنیا میره. اون پیرزن فکر میکنه که حضور ایلیا باعث شده که تا این اتفاق بیفته و ایلیا هم به خاطر همین خیلی عذاب وجدان میگیره و به نزد خداوند میره و دعا میکنه و خدا دعای ایلیا رو قبول میکنه و اون پسری که مرده بود زنده میشه و این باعث میشه که ایمان اون پیرزن قوی‌تر بشه و شاید حتی ایلیا. پیرزن فهمید که واقعا ایلیا از طرف خداوند اومده، پس به حرفهای اون اعتماد کردش. داستان این دوتا، داستان ایلیا و اون پیرزن، به ما یادآوری میکنه که خداوند خدای همه هستش. خدا تنها خدای قوم اسرائیل نیستش، خدا خدای تمام کسانی هستش که به اون ایمان دارن و خدا تمام این کسانی که به اون ایمان دارن رو برکت میده و برای تمام کسانی که اون رو رد کردن داور هستش. عیسی مسیح هم این داستان رو نقل کرد که گاهی پیامبران در میان بیگانگان بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرن، گاهی رسولان بین غریب‌ها بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرن تا در میان قوم خودشون. و این اتفاقی بود که در زندگی ایلیا افتاد. زمانی که مردم قوم رو نخواستن، با اینکه پیام صلح نجات برای اونها آورده بود و اون رو ترک کردن و سرزمین خودش رو رها کرد، اما خدا اون رو رها نکرد. خدا هم اون رو حفظ کرد، هم برکتش داد، هم در خانه‌ای که ساکن شد اون خانه رو هم برکت داد. اما وقتی به دوم پادشاهان نگاه میکنیم، باب 2، میبینیم که زمانش رسید که حالا ایلیا دیگه از این دنیا بره. کارهای بزرگی خداوند انجام داد از طریقش. ایلیا و الیشع شاگرد وفادارش میدونستن که دیگه لحظه موعود رسیده، باید این جهان رو ترک بکنه. اما ایلیا قبل از رفتن به دیدار 3 گروه از انبیا و شاگردانش رفتش. تا آخرین لحظه مشغول کار بود، تا آخرین لحظه مشغول انجام دادن اراده خداوند بود. یه نمونه خیلی عالی هستش ایلیا برای همه ما. تا زمانی که میتونی، تا زمانی که جانی بر تن داری، تا زمانی که زمان داری، خدا رو خدمت بکن. نگاه به امکاناتت نکن، نگاه به نفسی بکن که خداوند به تو بخشیده و میتونی عملی انجام بدی. ایلیا 2 بار از الیشع خواستش که اونو تنها بذاره، اما الیشع هیچ وقت این کار انجام نداد. الیشع همیشه
وفادار به استادش بود. وقتی که به رود اردن رسیدن، ایلیا با ردای خودش آب رو کنار زد و آب به 2 قسمت تقسیم شد و اونها از بستر خشک رودخانه عبور کردن، مثل قوم اسرائیل، درست مثل کاری که موسی انجام داد توی دریای سرخ. بعد از اون ایلیا از الیشع پرسید که چه درخواستی داری؟ و الیشع اینها خواست که از روح ایلیا بیشتر دریافت کنه. اما این یه درخواست خیلی بزرگی بود، اما ایلیا میدونست که تنها خداوند میتونه این درخواست الیشع رو پاسخ بده. و اون گفتش که اگر الیشع شاهد بر این باشه که چطور اون میره، خداوند درخواست اون رو برآورده میکنه. و ناگهان عرابه های آتشین و اسبان آتشین ظاهر میشن و ایلیا در یک گردباد به آسمان صعود میکنه. یه صحنه باور نکردنی از قدرت خدا. ایلیا مثل خنوح بدون تجربه مرگ جسمانی به بالا برده شد. الیشع درد زیادی کشید. حتی ما داریم میبینیم که داستان که فریاد میزنه ای پدرم، ای پدرم، ای پدرم. اما عرابه های خداوند اون رو برده. فهمید که ایلیا قدرت حقیقی اسرائیل بود. الیشع بعد از همه این زمانهایی که با ایلیا بود، با ایلیا راه میرفت، تازه باور کرد که با تمام قلبش که قدرت اصلی اسرائیل پادشاهاش نیستن، قدرت اصلی اسرائیل ثروتش نیستش، قدرت اصلی اسرائیل مردم با ایمان هستن. اولین نشانه جانشینی الیشع ردای ایلیا بود که بر زمین افتاد. دومین نشانه استفاده الیشع به عنوان جانشین این بود که خود الیشع هم تونست با همون ردا دوباره آب رود اردن رو کنار بزنه مثل ایلیا و از اون رد بشه. و انبیای دیگه هم که اونجا بودن این چیز رو دیدن و الیشع رو به عنوان رهبر جدید پذیرفتن. اما ما به الیشع نمیخوایم نگاه بکنیم. خداوند رو شکر برای وفاداریش، برای خدمتش. ما میخوایم به ایلیا نگاه بکنیم، بازم به زندگی، به رفتار اون. ایلیا نمادی بود از ایستادگی در برابر شر، نمادی بود از ایمان در اوج ناامیدی، نمادی بود از امید در تاریکی، نوری بود در تاریکی. قدرت خدا بود در مقابل شرارت ها. داستانش به ما یادآوری میکنه که همیشه راهی خداوند باز میکنه برای اینکه از وفاداران خودش حمایت بکنه، حتی در زمانهایی که ما فکر میکنیم همه چیز غیر ممکن هستش. خدای غیر ممکن ها کار خودش رو انجام میده. خدا به ما نشون میده که حتی اگر در جایی یک نفر با ایمان باشه، خدا از طریق همون کارهای بزرگی انجام میده. امروز هم شمایی که مخصوصا در ایران هستین، عزیزانی که در افغانستان هستن، در پاکستان هستن، در کشورهای اسلامی هستن، در کشورهایی که در سختی هستن، حتی
در کشورهای آزاد هستیم، مثل ما در ارمنستان هستیم. شما هم میتونید قهرمان ایمان باشید عزیزان. شما هم میتونید با اتکا به خداوند کارهای بزرگی انجام بدید. توی هر موقعیتی که هستین، حتی اگر احساس میکنید که تنها هستین، به یاد داشته باشین که همیشه خداوند رو دارید. به یاد داشته باشین که خدا از طریق کوچکترین چیزها معجزات بزرگی انجام میده و تنها ایمان نیاز هستش برای تحقق این معجزات. پس دعا کنیم، بطلبیم که خداوند ایمان ما رو افزون کنه و همونطور که علیشه خواست ما رو از روح خودش پر بکنه. آمین. در برکت سلامتی خداوند باشید عزیزان.